دنیا برای رنجای شما پشیزی ارزش قائل نیست. به این نتیجه رسیدم هیچ کس رنجهای شما و شما رو با رنجاتون دوست نداره. زنجموره بزنید و گریه و لابه و آه و زاری و تو سر بزنید پستر میشه. دنیا برای یک چیز حرمت قائله، گذر از رنجها، یافتن راه حل. شما برای این رنج چه راه حلی پیدا کردید؟ شما رو برای اون راه حل ستایش خواهند کرد و میکنند. فردوسی تجلی یک حمله خانمانسوز عرباز به سرزمین ما. این راه حل رو چجوری پیدا کرده؟ دنیا اون ستایش میکنه، دیگه به رنجا کاری نداره. مغول 6 میلیون جمعیت شهری در ایران نابود کرد 800 سال پیش. تمام شهرها رو ویران کرد، قنات‌ها رو شکست، مردم شبدر میخوردن. در یک لحظه تاریخ جانگوشهای جوینی رو ورق بزنید، در یک لحظه ناموس شهر هزاراسپ رو بردند. حتی ملک جوینی میگه، من بر اساسش یه نمایشنامه نوشتم،